حتما تا حالا شده که تو ماینکرافت واسه ساخت و ساز یا هر چیز دیگه ای نیاز به تعداد زیادی سنگ یا همون کابلستون داشته باشی، ولی همیشه زیر زمین رو دادی یا کوه ها رو. تا آخر ویدیو رو ببین تا مشکل حل شه. سلام رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی زیبا از کانال استیو گنگ. امروز اومدیم با آموزش ساخت فارم سنگ که یکی از کاربردی ترین فارم های ماینکرافته. دیگه حالا خیلی هم سرتون به درد نمیاریم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید، کامنت هم بذارین، زنگوله هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. خب رفقا، برای شروع کار نیاز داریم به اسلب کابلستون، چند عدد کابلستون، واتر باکت، لاوا باکت، تراپ دور و چست و هاپر هم که طبق معمول واسه هر فرمی نیاز هست که دیگه اگه من نمیذاشتم خودتون فکر کنم حدس میزنید که باید بردارید. خب 1 2 3 از این برم 4 تا میذارید و از هر طرفش 5 تا میاد جلو. 1 2 3 4 و 5. این از این 1 2 3 4 و 5. حالا که این کار کردید نوبت میرسه به چست. 2 تا چست این لبه و حالا هاپرها رو بذاریم. دقت کنید هاپرها رو به این چست هاتون بچسبونید. به این کار شیفت و اینجوری نگه میدارید که بشینید، بعد دقیقا روی چستتون ضربه میزنید، یعنی عقب. حالا همین کار رو با این هاپر رو میکنید، یعنی همه هاپر رو باید به هم دیگه وصل باشن. میپریم بالا، شیفت و هاپر. الان این هاپر ها به هم وصلن، یعنی من روی این هاپر اولی چیزی بندازم درجا ظاهر میشه روی چست، داخل چست. اینا رو میپوشونیم تا دور. حالا نوبت میرسه به اسلب. در واقع یه اسلب بالای چستمون قرار میدیم، تراپ دورم که روبروش قرار میدیم. خب حالا اگه ما اینجا آب بریزیم در واقع اتفاقی نمیفته و بیرون نمیریزه آبمون به علت تراپ دور و اینا. در ضمن من چون کریتیو بودم یه دونه واتر باکت کافی بود واسم، ولی شما که سروایولین باید 4 بار برین این واتر باکتتون رو پر کنید، یعنی 4 تا واتر باکت میخواید. خب هر واتر باکت رو یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه هم اینجا، در واقع 4 تا. حالا باید میرسه به کابلستون. یه دونه به هر کدوم اضافه میکنیم میریم بالا. بله. خب این دوبارم حالا بهتره که این طرف هم بپوشون. حالا لاوا باکت رو برمیدارین، دقیقا روی این آخری لاواتون رو میریزید و فارمتون استارت میخوره و در واقع این جلو تبدیل به استون میشه. حالا البته ما این جلو هم به کابلستون، شرمنده، کابلستون میذاریم که زیباتر شه. خب رفقا، ما بریم بازی سروایول کنیم و برگردیم. خب رفقا، همونطور که میبینید بنده یه پیککس دایموندی و برداشتم و سروایول هم هستم. حالا میرسه به استارت. اینجوری میریم جلو، کلیکاش رو نگه میدارید و تا بی نهایت براتون کابلستون میسازه. در واقع استون میسازه. وقتی شما اینا رو بکنید میشه کابل. حالا همینطور با کنی 10 عدد کابلستون که دیگه هم چند ثانیه نیست که ما ماین میکنیم دیگه. هر چقدر هم که پیککستون بهتر باشه در واقع قطعاً فرمتون سرعت بیشتری داره. این هم از نمای پشتی که در واقع چیز خاصی هم نداره. خب دیگه گفتیم نشونتون بدیم و فرم زیبا.
خب رفقا ممنونم که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید و امیدوارم که لذت برده باشید و یاد هم گرفته باشید. اگر از این نوع ویدیوها که آموزش فرم و اینجور چیزا دوست دارید بهم بگید که بیشتر بذارم دیگه. خلاصه که لایک و ساب یادتون نره. در آخر هم استیو کنگی